الان یه علمی در اروپا اصلا با عنوان میوزیک تراپی، علوم مختلفی، مثلا موسیقی درمانی، فهمیدن که موسیقی خوش درمان میکنه. پوئتری تراپی، the power of therapeutic power of poetry. کتاب های زیادی هم نوشته شده، شما رو اینترنت نگاه بکنید، انقدر زیاده، اتباع گوناگون. و از دیرباز در بیمارستان ها کوشش بر این بوده که بیمار غیر از معالجات معمولی یک نوع سکندری تریتمنت، یک نوع معالجات ثانوی اضافه میکردن که مثلا مطالعه بکنه، شعر بگه، یادداشت‌هایی بکنه، کتاب بخونه. اینا خیلی مؤثره. گاهی اوقات آدم اگر که نگاه بکنه، طبیب، خود طبیب هم اگر آگاهی بیشتر داشته باشه از ادبیات، نگاه میکنه میفهمه که این چشه، اصلا سرش حالا درست درد میکنه، ولی قبل از سرش من بپرسم این اصلا چرا سرش درد میکنه. الان معتقدن که بسیاری از سردردهای میگرنی یه پیامی است که داره بدن میده که you are going the wrong way، اشتباه داری میری، راه درستی رو دنبال نمیکنی. اگر به راه درست بری سردردت خوب میشه. بسیاری از سردردها اصلا درد معنیش اینه که یه کار خطایی داری میکنی. یه شهری بوده در ادبیات انگلیس، شهری است اثر جان ساموئل باتلر به نام ایروون. یه شهری بوده که همه کارش برعکس بوده، از جمله اسمش هم ایروون یعنی نوور، چون هیچ کجا نبوده همچین شهری، اسمشو برعکس هم کرده شده ایروون. تو این شهر اگر کسی دزدی میکرده، خیانتی میکرده، میبردنش بیمارستان. میگفته که بله، کسی هم ناراحت نبود، میگفته پسرم دزدی کرده بوده بردنش بیمارستان، قرص دادن، نمیدونم تمرین دادن، نمیدونم این چیزا رو دادن بهش. ولی اگر تو این شهر کسی بیمار میشده، اون وقت دادگاه و دادگستری و شاهد می اومد که آقا ایشون دم خونهشون پوست خربوزه ریخته بوده، معلوم شه خربوزه خورده، گزارش میدادن که بله با اینکه علم به این که نمیدونم چنین بوده، تو سرما خربوزه خورده اینا، و محاکمه و شلاق و زندان و این چیزا داشته. کتاب خیلی شیرین و با نمکیه، ولی دو تا پیام مهم داره. یکی این که خطاهای انسان بیماریه، اون آدمی که داره خطا میکنه اونم بیماره، به یه نوع دیگری بیماره، باید مراقبت بکنن جلوی بیماریش بگیرن، اگه میتونن شفاش بدن. چیزهای لازم بهش داده نشده، تعلیم و تربیت لازم. من یه وقتی گفتم اگر اون بچه نازنین نوجوان 10 ساله که میاد اونجا داره گدایی میکنه یا داره یک کالایی رو میفروشه به زور به مردم، این الان باید تو مدرسه باشه. اگر این حقش ادا نشه، بعد بزرگ بشه کار بد بکنه، تقصیر کیه؟ تقصیر ماست. ما هستیم. ما هممون در همه کارهای بدی که در دنیا میشه یه سهم ممکن داشته باشیم. فکر نکنین که بدی ها رو دیگران دارن میکنن. همه ما به یه نوعی ممکنه که در یه بدی یه جاش تقصیر من بوده، یه جاش تو نکردی، درست اون کاری که باید بکنی انجام ندادی، چیزی رو نباید به اون باید میدادی ندادی.